سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم که یکی از بهترین ورکفلو هایی که میتونه یک دستیار شخصی واقعی برات بسازه رو بهت معرفی کنم. ایسا، سریعا برو یه ایمیل بزن به محمود کاربخش، بهش پیام بده، بگو که یک قرار ملاقات داریم فردا ساعت 10 شب تا ساعت 12 با طرف صاحب‌های مالزیاییمون. این قرار رو از دست نده، لحن نگارش پیام دوستانه باشه. ازت میخوام که یک قرار ملاقات توی گوگل کلندرم ثبت کنی، اسمشو بذاری قرار ملاقات با طرف حساب‌های مالزیایی و یک سامری یا خلاصه سری بیا بهم بده. این رو ارسالش میکنیم. تقریبا 46 ثانیه وایس براش فرستادم. وایس میرسه، خیلی راحت میتونه تشخیص بده که اینجا مربوط به یک کار شخصی یا پرسوناله. از اینجا ارسال میشه، اینجا ترانسکرایب میشه، ایجنت ها شروع میکنن به فعالیت کردن. ازش خواستم که توی گوگل کلندرم قرار رو ست کنه، داره ست میکنه. ازش خواستم که ایمیل ها رو یک ایمیل بزنه، ایمیل رو داره میزنه. ازش خواستم که آدرس ایمیل پیدا کنه، آدرس ایمیل رو پیدا کرده و در آخر هم میگه که با موفقیت برای محمود ارسال شد و از ساعت 10 تا 12 هم یک قرار برات ست کردم. اینم لینکش، ببین چقدر زیبا. میزنیم روی لینک، اوپن میکنیم در تاریخ 23. اینجا میبینید که قرار ملاقات با طرف حساب‌های مالزیاییه. بریم توی جیمیل ها ببینیم که جیمیل زده شده برای محمود کاربخش. اینجا میبینید که توی قسمت درافت یک جیمیلی رو ساخته برای محمود. سلام محمود جان، امیدوارم حالت خوب باشه. ما یک قرار ملاقات داریم فردا شب از ساعت 10 تا 12 با طرف حساب‌های مالزیاییمون. این قرار رو از دست نده. با تشکر. خودش نوشته چرا ارسال نکرده، چرا تو درفته؟ چون آدرس ایمیل محمود برای این ویدیو یا آدرس ایمیل واقعی نیست. همینقدر ساده. حالا اگه دوست داری بدونی ادامه این ورکفلو چه کارهای هیجان انگیز دیگه ای داره انجام میده، یک ویدیوی 12 دقیقه کامل از این ورکفلو قرار دادم. اصلا از دستش نده. موفق بشین.